این آخرین مکتوبم به تو است. من بعد عشقم رو در قلبم نگه می‌دارم، لیکن می‌خواهم دانی که در آتش عشقت مثل شمع سوخته آب شدم. تو را دوست می‌دارم. برای تو این و خاموش بودنم مرا ببخش. تو را به نهایت دوست داشتم و حالا هم دیوانه‌وار دوستت می‌دارم. شاید از من نفرت کنی که نخود خاله به جیانش عاشق شوم، اما من خاله‌ات نیستم طاهر و مادرتم. مادری تو نیست. این چه میشود؟ همه این گپ ها راستند؟ من خاله تو نیستم طاهر. با من بگوید سخنانه در اینجا نوشته چی معنی دارند؟ چی شد پسرم؟ شما مادری حقیقی من نیستید؟ این راست است؟ با من حقیقت را گوید، این راست است؟ طاهر پسرم گوش کن. در اصل بگوید مادر، بگوید آخر. من پسر شمایم یا نه؟ چرا رویتان را پنهان میکنید؟ چرا پسرم هستی؟ فرزندی خودم هستی نمیگوید؟ بابا پسرم مرا ببخش. مرا پسرم نگوید، نگوید. مادری اساسی من در کجاست؟ طاهر گوش کن، این مهم نیست. ما تو رو مثل فرزندی خودمون دوست می‌داریم. تو پسری ما میباشی. اگر در کجا بودن مادرم رو نگویی، مرا تا ابد فراموش کنید، چون که شما را نمیبخشم. مصطفی یعنی پدرم وقتی در سفر خدمتی بودنش تو رو از یک عائله گرفته بود. شما پدر و مادرم را میشناسید، کی بودنشون را هم میدانید. باری آخر از شما میپرسم، یا حقیقت را با من میگویید یا مرا فراموش کنید. تو رو از دهه آبی کلان گرفتیم. تو پسری زلال هستی. برای همین مرا از او دور کردن خواستید همینطور؟ طاهر پسرم، طاهر پسرم، پسرم.
مادر تو چی گفتی پسرم؟ نفهمیدم. شما مادری من هستید. تو چی گفتی؟ همش رو فهمیدم. شما مادرم هستید. جدایی تمام شد. از این پس همه وقت همراهتون میمانم. پسرم مادر جون. برادرم. پسرم پسر جانم. طاهر پسرم. طاهر پسرم. طاهر از دستم دور شوید. سالها باز مرا فریب دادید. دیگر روحتون رو دیدن نمیخواهم. رفتیم مادر جان. برادرها نگذار طاهر. من غیر از تو دیگر کسی ندارم. تنهایم نگذار. پسرم طاهر مرا پرتافته نرو. طاهر نرو. مرا پرتافته نرو. طاهر مرا تنها نگذار طاهر. من شما رو تنها نمیگذارم مادر. جناب تو همین جایی مرا پرتافته نرفتی. مادر جان برای چی شما رو پرتافته روم؟ پسر جانم. مادر جان با فکرم شما خوابی بد دیدید. بله البته خواب بود. خدا را شکر همش در خواب بود پسرم. در خواب بود. مادر جان تمام. پسرم خدا را شکر. آرام شوید مادر جان آرام شوید. مادر جان برای چی شما اینقدر گریه میکنید؟ با شما چی شد؟ تو رو از دست میدی هم گفته ترسیدم پسرم. خیلی ترسیدم پسر جانم. خیلی ترسیدم. زلال تو در اینجا چی کار میکنی؟ من خواهش کردم که به اینجا آید مادر. همشیره گونون نوبت دارم. نخواستم که تنها مانم. خاله زیلال بیایید درآیید. حاضر نیحال برایتون قهوه تیار میکنم. مادر من به بیمارخانه میروم. بیاید خاله زیلال. این زلال بیزار کرد. او را از من جدا کردن میخواهد. میترسم که روزی به طاهر حقیقت را میگوید. هم زلال و هم نیحال پسرم را از من گرفتن میخواهند. تو در اینجا چی میکوبی؟ بینت کی را آوردم. مژده؟ من قره رو میجویم. باید به نزدشون روم. زود مرا به نزد قره بر. به نزد قره رفتن آسان نیست. باید اول اجازت گیریم. نه در وقتش رسیده نتوانستیم. باز گریخته رفته است. غم نخور. پالیس ها حتما دخترت را پیدا میکنند. انشاءالله خانم مقبوله. انشاءالله. شما درباره چی صحبت دارید؟ خاله زیلال درباره برفی نقل میکردند. طاهر چی؟ طاهر در کجاست؟ به بیمارخانه رفت. همراهی زینب کمی سیر و گشت کردن است.
برای چی پیش از رفتنش به من نگفت؟ با بیمارخانه میروم گفت که خانم را بیا. مگر تو نشنیدی؟ تو در نزد من طاهر را حمایت نکن زیلا. طاهر پسر من است. خدای توبه. اپا با شما چی شده است؟ حالتون خوب است؟ هیچ چیز نه. من رفته یک چای گرم دم کنم. یگان خوراکم تیار کن دخترم. خوب شده است مادر جان. ایست. من هم رفته به تو کمک میکنم. لازم نیست خاله زیلا. با یک دست برایت دشوار است دخترم نهال. رفتی. گمان میکنند که مرا فریب میدهند. هر دویشان هم با یکدیگر هم فکر شدند. نیتشان طاهر را از من دور کردن است. چی رو فکر میکنی زینب؟ زینب برای چی کم نمیزنی؟ درباره خودمون فکر میکنم. درباره آینده همون. زینب گوش کن طاهر. هر دویمون هم خوب میدونیم که این بیماری من دوا ندارد و روزی من رو نابود میکند. تو رو تنها میگذارم طاهر. تو میتوانی از فکرت گردی. آن دختر تو رو خیلی دوست میداشت است. بای خانه داشت. زینب در این خصوص چند بار گفت زدیم. من گوش کن من تو رو با ده همون میبرم. آن آدمان با ما احتیاج دارم. میدونم بای با دیه رفت. آن دختر تو رو خیلی دوست میدارد طاهر. همراهت با دیه میرود. بای در یک دیه کار کرده. دیه را آباد میکنیم و من هم با خدیجه از این دنیا میروم. التماس بس کن زینب. من غیر از تو کسی رو نمیخوام. تو هستی منی. خواهش میکنم دیگر این طور نکن. خیز سیر و گشتم رو دوام میده. باز یک چند جای دیگر مونده است. گوش کن طاهر. به بیمارخانه برگرده میشود. میخواهم که طبابتم زودتر به آخر رسد. نمیشود زینب. و تو یک توفه غیر چشم داشت دارم. توفه غیر چشم داشت؟ اگر گویم غیر چشم داشت نمیشود. مایلش من دیه و شاگردانم رو خیلی پزمان شدم. منم. هر دویتان هم نیستید. به شما این دیه برایم خالی میتوبد. به شما تنهایم. و خیر است دیلو؟ و فکر فرو رفتی؟ چه میخوایی قیزبان؟ دیلو تو الدو رو ندیدی؟ از دیروز باز میکوبم در یک هم جای نیست. نمیدونم کی زنگ زد بعدی اون گم شد. تو نمیدونی؟ نمیدونم قیزبان. الدو رو ندیدم. دیلو از برای خدا گوی. میدونم که تو کجا رسنش رو میدونی. با من گوی با خدا با کسی نمیگویم. با تو گفتم که نمیدونم قیزبان. براستی؟ خیلی مایلش هیچ گفت نی؟ آخیر دیلو التماس با من گوی. و آقای روپی یک مکتوب اومده بود. تو اون رو خونده بودی؟ در آن چی نوشته بود دیلو؟ با تو چی قیزبان؟ کاره چی که در آن چی نوشتم؟ یعنی من یعنی قیزبان بس است بس. با فکرم حوض وقتی نیست. در اصل من پرسیدنی بودم که خدای زیلو و کدن نگردند. تو نمیدونی؟ خبر داری؟ قیزبان خیر من روم اینش رو بعد میپرسم. شما رو هم زحمت دادم. دخترم خیلی زحمت. شما در اینجا درباره کی گپ میزنید؟ هم تو صحبت میکنیم. من کاسه طبق را میشویم. نهال باشد به من کمک میکند خانم را بیا. گویا که من نمیدانم. از کی باز با هم دیگر مهربان شده اید؟
و شما چی شد اپا؟ من همش رو نقض میدونم. هر دویتون هم فکر شده چی نقشه کشیده ایستاده اید؟ شما چی ها میگوید؟ چخیل نقشه خانم رو بیا. با تو تنها صحبت کردن میخواهم زلال. گلوش میکنم خانم رو بیا. مثل سایه از پسم گشته برای طاهر رو از من گرفتنت فرصت مناسب را انتظاری. این چخیل گپ است خانم رو بیا. از پسمون به شهر آمدی، بس نبود گنول را بهانه کرده به همین بیمار خانه آمدی. اینش کم بود حتی به درون خانه همون زده در آمدی. رفت تو رو در این خانه دیدن نمیخواهم. دست شو به پسرم نزدیک نشو. او را از من گرفتن نمیتوانی. از خانه‌ات پیش کردی هیچ گپ نی. لیکن گوش کن خانم رو بیا. در اصل تو پسری من رو از من گرفتی. او پسری من است، براتی من است. اگر میخواستم کیها او را جغ زده به او مادرت هستم میگفتم. گفتن نمیتوانی زلال. دعوای خونی را فراموش نکن. اگر حامد فهمد او را میکشد. مجبوری که خاموش استی. البته روزی میرسد که به او مادرش بودنم را میگویم. تو طاهر نیو براتی میگویم. دست شو طاهر در حقیقت پسر خاله زیلو است؟ خوره چی؟ تو چرا کاردار میشوی؟ گوش کنید اپا، این کار رو نکنید. حقیقت را پنهان نکنید. طاهر باید همه چیز رو فهمد. طاهر چرا ما با اینجا اومدیم؟ با تئاتر آوردم. یک صحنه جالب است. کارگردانش رو هم میشناسم. با تو هم معقول میشه. مرا حیران کردی. رفته؟ چشمانم عبدالله، دلم به حال این وطن می سوزد. مثل باباهایتان تو هم پسرم، همه‌تان مثل پدر و باباهایتان بهر حفظ وطن برآیید. برادران، مادران، حقتان را حلال کنید. دعایتان را از ما دریغ ندارید. این وطن با ما امانت است. تا آخرین قطره خونمون جنگیده این وطن را از دشمنان نجات میدهیم. وحدت و یگانگیمان راه نجاتمون می شود. سر کشید. وطن فیروز گرد. از خفای من قدم زن. مادر جان، با شما یک گپ مهم دارم. گپ زن دخترم. نگوی نهال، نگوی. میگویم اپا. بگوی نهال، تو گوش میکنم. چی گپ است؟ با طاهر تعلق دارد. یعنی خاله زیلو، یعنی مادری اساسی طاهر خاله زیلو است. تو چه ها میگویی دخترم؟ خانم زیلال مادر طاهر است گفتی؟
این راست است روبیا؟ بله مادر. این چی کاری کرده ات روبیا؟ نه خود مادر و فرزند رو از هم جدا کنی. تو از خدا نمی ترسی روبیا؟ این ناحقی بزرگ است اپا. تو کاردار نشم نهال. نهال حق است. باید حقیقت را به طاهر گویی. این ناحقی را از میان برداری. چرا؟ هیچ کس فکری مرا نمی کند مادر. چرا مادر؟ آخر طاهر را من نگاه بین کردم. من او را به وای رساندم. به وای رساندن معنای مادر بودن نیست. به این هم خوبیت بی جواب نمیماند. طاهر پسری خوب است. اگر مادری اساسیش را داند هم تو را از مادرش کم نمیداند. حقیقت را به طاهر گوی. این را باید از زبانی تو شنود. اگر گویم طاهر را از دست میدیم مادر، مرا پرتافته می رود. طاهر هستی من است. اصلا نمیگویم و نمیگذارم که نفری این را به او گوید. اگر تو این را نگویی من میگویم. به این ناحقی چشم پوشیده نمیتوانم. این کار را نکنید. میکنم. اگر من مادرت باشم میکنم. از واقعی راضی نمیشوم. نه مادر جان. مادر جان با شما چی شد؟ با شما چی شد مادر جان؟ مادر زلبت این خبر دید اپا. مادر جان. مادر چشمتان را کسوید. برادر، اگر بمیرم این مکتوب را به مادرم فرست. از من آخرین خاطره است. هیچ نباشد همین به دست مادرم رسد. گیر. این باشد مکتوب من به مادرم است. اگر من برنگردم به تو امانت به مادرم رسون. از من راضی باش عبدالله. راضیم. تو هم از من راضی باش. راضیم. رفتم برادر. بپش برای وطن. هارونه. سلاحتون رو پرتایید. این خاک اکنون از ما. شما رو نه تنها از این خاک بلکه از روی زمین دست میکنه. اگر خدا نخواهد نه اینکه ما بلکه یک مورچه رو نست کرده نمیتوانه. عبدالله. یوسف. کماندان دشمن را مغلوب کرده. بله عبدالله. با خواست خدا دشمن مغلوب شد. خدا را شکر. کماندان این را به مادر یوسف رساند. میرسونم عبدالله. میرسونم. امانتت امانتی من است. کماندان این را به مادر عبدالله رساند. امانتت امانتی من است. امانتتون امانتی من است. زنده باش وطن. آباد باشد. حاضرین گرامی، در این آزمون بینی مکتبی سرنشی بهترین مکتب میانه دهه آبی کلان غالب برآمد که با کمک و زحمت معلم فداکار خانم زینب تیار کرده شد. حاضران کس را به صحنه دعوت می‌نماییم. معلمت آمد. شیرین افغانی من راستی اینی ها چی گفتنم رو نمیدانم. باوری هم نمی آید. این موفقیت نه از من
بلکه از این دوست رو یکانی که در پهلویم ایستادند. آنها به شرایط دشوار نگاه نکرده از عهده این کار برآمده توانستند. تو برای چه گریه میکنی جانکم؟ من معلمم رو خیلی فرمان شدم. کاش باز آمده به ما درس دهند و بسیار چیزا رو به ما آموزانند. جانکی من کم انشاءالله می آیم. اگر اوید برایتون یک چیزی نوشتم رو میخونم. تو آن را برای ما نمیخونی؟ معلمه جان شما آمدید و قلبمان شاد گشت. گلها شکفتند و میسه ها رویدند. دستمان رو گرفتید و خواندن و نوشتن رو آموزاندید. خنده و دوستداری رو همه چیز رو شما به ما آموزاندید. معلمه جان شما پدر و مادرمان هستید. دوستدارمان هستید. ما رو به راه راست هدایت کردید. شما رو به نهایت دوست می‌داریم. معلمه جان عزیز. ما رو تنها نگذارید معلمه جان. نمیگذارم جانکم، نمیگذارم. از تو سپاسگزارم طاهر. از من نه، از آنها سپاسگزار باش. آنها غالی برآمدن. اینقدر راهی دراز را طی نموده تا به اینجا آمدن. ها، راهی ما دراز است. بله، شما روید. ما باشیم از پس کارمان میشویم. پدر و مادرانشان اینها را انتظارند. چی خیلی که میگویند؟ آفرین، من هم همین را گفتنی بودم. خیر، خدا نگهبانتان. راهی سفید تا بازو. الدو شاگردانم به تو امانت. البته خواطر نشید فرا نکنید. دست قیزبان یک لحظه وقت یابم وظیفه خانگیشان را تفتیش میکنم. پیش روید. لبای مادر. بابا حاضر میرایم. بخیر چی شد طاهر؟ ببینم باز سکته دل شدم. خدایا. چی شد اپا؟ چرا اینقدر غمگینی؟ هیچ جمیل زد. گذشته رو به یاد آوردم. دویم با اپای جمیلت همرو بودیم تا آخری عمرش. ما رو نزد مردم به ابرو کرد. دیگر کسی بروی ما نگاه نمیکرد. پدرم چی حال دارند اپای برفین؟ اکا و بیبیان چی؟ آنها خوبند؟ پس از قید زدنی تو آنها دیه رو ترک کردن احمد. تو نمیدونی آنها کجایند؟ نه. خیر چی شد؟ آقا قرار رو پیدا کردید؟ با کمک آقای کمال. بیاید رفتیم. این طور نمی شود. با دقت بودن لازم. شاید پلیس از پس همان باشد. مرحمت گیرید. تشکر. سردارم چه شد؟ از قره یگان خبر هست؟ با ما خبر رسید که قره با یک عتیقه فروش رابطه داشته. کی بود است این عتیقه فروش؟ زود رفتیم بفهمیم. پناهت به خدا احمد. ما باز ما میخوریم اپای برفین. برفی نه، من مجده. نه احمد، با فکرم دیگر با نمیخوریم. بیا رفتیم مجده. با من گوش کن، در راه نقلیاتی وضع می شود. فراموش نکن. خواطر نشوید آقای کمال.
ایشالا یگان ناخوشی روی نمیدید. صحت می شود خانم روبیا، نترسید، صحت می شود. و مادرم چی شد از طاهر گپ زد؟ مادرم چه حال دارد؟ دکتران کاری از دستشان مادر را کردن. اما افسوس که او را نجات دادن نتوانستند. آرام شوید. خودتان را با دست بگیر. مادر شوید. بروشینید. رفتم. بیا در اینجا شین شین. آرام خدا جایش را جنت کند پسرم. اون انسانی خوب بود. تشکر. همدردیم را قبول کن پسرم. خدا راضی باشد از شما خدای زیبا. خدا جایشان را جنت کند. همدردیم را قبول کن خانم روبیا. همدردیم را قبول کن. تشکر. همدردیم را قبول کن. تشکر. همدردیم را قبول کن. احوال مادرت خوب نیست طاهر. بله. تو به حجرت راه زینب. تو را در این حال تنها موندن نمیخواهم. من هم اینجا میمانم طاهر. مرحمت شما را گوش میکنم. مبارزه بر ضد تروریسم سرکمیسر ولخان. آقای کمیسر، مرا به ترور و تشکیل کاری نیست. من تنها یک فروشنده عادی ام. تو مگر کمال عتیق فروش نیستی؟ در پرونده‌ات با تشکیلات همکاری داشتنت نوشته شده است. آن وقتا جوان بودیم، نفهمیدیم کمیسر. آن روزها گذشتند. افسوس که نگذشته است. یکی از رفیقانت را میجوییم. قره در کجاست؟ قره؟ قره کیست؟ نه، به خدا من این خیلی آدم را نمیشناسم. حاضر میفهمیم. آقای قره مژده آمد. آمدن؟ گوی در آید. گذار. آه مژده، قره قربانت شود. شما رو خیلی جستجو کردم آقای قره. بیاشین. دختری ناترس بوده است. به واسطه یکی از کودکان مرا یافت. من باشم آقای کمال را یافتم. شد صفا فهمیدم. کمال به من خبر داد. هر جاتون برایید، ما را تنها گذارید. گذار. من امیدم را از تو کنده بودم. فکر کردم که تو ترسیده گریختی. من ترسونچک نیستم آقای قره. نقص. جنگاوری حقیقی میسی تو باید باشد. آفرین. من حاضر به مرکز خبر میدیم. از عهده کار میبرایی. وقتی زیاد گذشته است. نمیترسی؟ شما چیا میگوید آقای قره؟ من برای خودم را ترک کردم و اینجا اومدم. باور کنید من قره را نمیشناسم. نامش را باری اول میشنوم. من اعتماد دارم که تو قره را میشناسی و در کجا بودنش را میدانی. چرا باور نمیکنید آقای کمیسر؟ این خیلی آدم را نمیشناسم. یعنی قره را نمیشناسی. مادامی که نمیشناسی در کجا بودنش را هم نمیدانی. باز چند باری دیگر همین سوال را میدهید. اگر حبس کردنی باشد برید، اگر نه از اینجا برآمده روید. پولها، سندهای کارخانه، سندهای قرض. خیلی ثروتمند بوده ای آقای کمال. اینقدر پول را از کجا یافتی؟
اگر ممکن باشد به سوالم جواب میدادی. از بالایتان شکایت میکنم، شما را به محکمه میکشم. میلش، هر کاری میخواهی کردن گیر آقای کمال. کدامش را سوزانم انتخاب کن. شما چی کار کردن میخواهید؟ اول چک ها را سوزانم یا اینکه سند ها را؟ اینجا پولی زیاد است آقای کمال. تو چی میگویی؟ از کدامش آغاز کنم عمر؟ خودت هم میدانی سردارم، لیکن فکر میکنم سندها خوب دارند. درست. شما چی خیل پلیسید ها؟ پلیس هایی که آمده یک قسمی مال و ثروت تو را نیست میکنن. فهمو سراغی خره را میگویم. سردارم، اگر پولها رو انتخاب میکردم میسوزم؟ البته نمیسوزندم. شخصانی چون کمال برای پول شده نه تنها دعوایشان را بلکه خودشان را هم می‌کشند. تنها ترسانده. اهمیت ندید. بیاید رفتیم. آماده شوید رفتیم. با شرم نکرده گریه میکند. مادرم را تو کشتی. خاموش میستادی چی میشد ها؟ دمت را میگرفتی چی میشد؟ دیدی به سرمان چی بلاها را آمدی. مادرم را سکته دل نید. تو کشتی نهال. طاهر همه چیز را باید دانم نهال حقیقت را طاهر یعنی شما یگان گناه نداره؟ کارهای کردتون درست است همین طور؟ هر چیزی خواهید گفتن گیرید. این وصیت مادرم است. من حقیقت را به طاهر میگویم. وصیت مادرش بوده است. تو پروای مادرم را نداشتی. تنها مقصدت به طاهر نزدیک شدن بود. همه این کارها را برای به طاهر خانه‌دار شدن کرده ایستاده ای. شیطان. اگر شما زیب برایت هم من خواهش آخرین مادرم رو به جا میارم. اگر به طاهر یگان چیز گویی، اگر از دهانت یگان کلمه برایت، تو را میکشم نها. برا فهمیدی تو را میکشم. باز با هم جنگ میکنه. تو در کجا میگردی؟ چند روز ما در خانه نیستی. در دو غمی خودمان کم است که باز تو را کافته گردیم. اما به نزد دو گناه هم نروم. اما تو را گیز دست گردان احمق بی تربیه. طاهر آمد. به من نگر. اگر به طاهر یگان چیز گویی تو را میکشم. فهمیدی میکشم. به خدا تو را به قتل میرسانم نهال. زیر دو ترکه دایر. امای رو بیا امای نهالم رو میکشم. به من نگر اگر دهانت را میکشم. مادر باز جنجال میکنید. عقلم به خاطر بیبیم بس کنید. جنجال نکردی پسرم نی؟ گوش کن طاهر. باید به تو یک چیز را گویم. این خیلی مهم است. نگو گفتم خاموش نگو. مادر بس کنید. بس کنید. باشلا گفتم بس کنید آخر. باش از سر کنون. سبابش رو خودی حاضر فهمیدن میخوام. اما این حالم با شما عاشق شدن دکای طاهر. نفهمیدم. گلشن نهال خاموش. گبزن گلشن. اما با شما عاشقم و همان مکتوب های عاشقانه رو اما می نویسم. رو از اینجا گلشن. رو گفتم. رو. او راست میگوید. تو به سخنان آن کودکی به عقل باور نکن. طاهر رو دروغ میگوید. نهال به من جواب ده. نهال ایستا. نرو به من جواب ده. راست است. مکتوب ها را من به تو می نوشتم. این چه می شود؟ آخر تو خاله هم هستی.
گوش کن طاهر. دیگر تو رو دیدن نمیخواهم. زینب رفتی. طاهر نیست. نهال تو با اون طرف رفت. اما کی آمده باشد؟ فوتبال ها هم خاموشن جناب. با دقت باشید. پلیس با زمین نجوم. و ما سراغه نادرست دادند. خطکشان تشکیلات آمده است. همه اتون برای ایتار خوب شده است. فرمان آمده است مژده. فرمانی عملیات است. بله مژده، فرمانی عملیات. در کجا بمب را میتر کنم؟ وزیر مدافع به عیادت یک معلمه به بیمارخانه می رفته است. نام معلمه زینب سنن. بمب را در وقت واخوریشان می ترکانی. آن مکتوب ها رو خاله می نوشته است. با من عاشق شده است. و این چی میشه زینب؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. نمیدونم طاهر، من هم نفهمیدم. نهال زنگ میزند. با او جواب ده. دیگر حتی آوازش رو شنیدن نمیخواهم. با او جواب ده. شاید سببش رو گفتن میخواهد. سببش چی بوده میتواند؟ جواب ده طاهر، باری آخر با او گپ زن. گپ زدن نمیخواهم زینب. نهال من زینب، من با طاهر گپی مهم دارم. طاهر با تو گپ زدن نمیخواهد. زینب همه اش رو با طاهر میفهمونم. شما در کجایید؟ بگوی، التماس رو دیدن میخواهم. ما در باغچه نزدیک خانه تو نشسته ایم. فهمو، حاضر میایم. همه ای سخنانات رو شنیدم نهال و هیچ کجا نمیروی. پیش رو هم رو نگیرید. نمیروی. پیش رو هم رو نگیرید. نهال نگفته بودم که نگوی. گفته بودم نیست. چی رو میفهمونم؟
آمده زاری و التجا کرده عذر میخواد. با او گپ زن طاهر، شاید سببش را میفهمونم. زینب طاهر انا آمد. من دیگر رویش رو دیدن نمیخواهم. خواهش میکنم طاهر. طاهر منو ببخش. زود گپا رو گوی از اینجور رو. گوش کن طاهر، حقیقت این است که طاهر باید تو امروز سبا شد انتظار شدم، لیکن گذر اپا مادر ایستید، مادر ایستید، نپرانید مادر. مادر نیهال مادر نیهال طاهر دنیا تا بیگه دردیم چاره دنیا تا بیگه دردیم چاره دردیم این درمانه دردیم این درمانه طاهر نیها یک طرف است. نیها من در همین جایم. نیها من در همین جایم. چشمانات را کشان. نیها خانم از روی تو خیزه. خانم دستانت رو بانده. نیها چشمانات را کشان. بطلت را بدست گیر. نیها بطلت را بدست گیر. نیها من بچه نیها چیزی گفتم نیها تو خودت رو حساب نده. نیها گفت من تو را نیها چشمانات رو نپوش. من تو رو فهمیدم. نیها زودتر شما باید بگذارید. حال نرسونید. تکان نده. با دقت باشید. آیسته تکان نده. آروم باشید. برداشت. راه کشید. سر خود رو بند کردن لازم. زودتر نیهان چشمانت را کشان. نیهان چشمانت را کشان. نیهان خوب شده نیهان با خود بیا. نیهان با خود بیا. فهمیدم. نیهان طاهر نیهان خاله خود بیا. ما را ترک نکن. نیهان نمور. نیهان من نیهان خواهش میکنم. نیهان نمور. خاله خود بیا. ما را ترک نکن. نیهان برو از دست. نیهان خانم روبیا شما چی کار کردید؟ شما خواهرتان را پراندید. من کسی را نپراندم.
شما چی شد مادر؟ چرا او را پرانده؟ نهال مرا عذاب داد. او شیطان است. او باید بمرد. فرمود سردارم، او را زود به مرکز برید. سرد دهید مرا. آرام باشید. آرام باشید. آرام باشید میگویم. چرا این خیلی شد دایی؟ نمیفهمم زینب. پگاه این کار با آخر میرسد. البته با آخر میرسد. از دست تو کسی رها نمییابد. انتقامت را میگیری، مشهوری دنیا میشوی. خب و به نورخونه چی تبو درایم؟ آن طرفش آسان خواطر نشود. در بیمارخانه به تو کاری لباسشویی را میدیم. آن در تخانه است. کسی تو را نمیبیند. روزانه در دروی بیمارخانه نمیکردی. تا مجبور نشوی به آشیانه بالا نمیبرایی. فهمون؟ فهمو کارم. زینب دخترم چی واقعی؟ به شما چه بگویم خاله زیبا؟ یک فلاکتی کلان ریده. خدایا چی شد؟ خانم را بیا. نهال را پر. دایی خبر دارد؟ بله خبر دارد. او حاضر در شعبه پلیس است. خیلی غمگین است. خاله زیبا خودی تو هم خوب نیست دخترم. بیا تو رو بر اونجا برم. این مژده است واحد. بنا را نشانده. جای و مکانش را نقض دانند. خوب شده است. موافق نقشه نصف شب بامبه را میگیری. مایلش فهمیدم. مژده به تو امانت واحد. بیا مژده. دیگران در کجایند؟ خیراخوری رفتند. مژده این لباس ها را پوش. مایلش این کی سکه واهی؟ آدمی نو است. در لباسشوی خانه کار میکند. کار میکند گفتید اما مدیر خبر دارد؟ کنی بیا. بیا بیا بیا. کارت چیه؟ کاردار نشو. چرا کاری من چیه؟ شما حق ندارید که بی اجازت مدیر کسی رو به کار گیرید. غیر از این جای کار خالی نیست.
جای تو خالی می شود. اون دختر کجا شد؟ کار داشت از بر اومد. بیا از پس کارمون بشویم. درباره قرار یکم معلومات نیست آقای کمیسر. احمد یکم چیزی یافتی؟ باید یگان نفرشان در کجا بودن او را داند. همه‌شان رو به شعبه بره. وقتی به آنها مشغول شدن نداریم، دانن هم نمیگویند. همه زنگایشان رو گوش کنیم. یگان نفر حتما به کمال زنگ زده احوال را میفهماند. کمال را که یافتیم او ما را به قره میرساند. قره باشد جای مژده را میگوید. حجره آن همین است. رقم 3885. یک احتمال دیگری نیز هست. تالار مجلسگاه. بیا باید آن یارا نیز ببینی. از این پس دیگر با اینجا نمیبرایی تا عملیات در پایان میمانی. فهما؟ فهمو. هیچ عقلم قبول نمیکند. خانم روبیه چطور این کارو کرده توانست؟ نمیدونم پدر. من هم. چند وقت شد که احوال خانم رابیه خوب نبود. خیلی عصبی می نمود. طاهر او را دیده عذاب می کشید. بیچاره چیکار کردنش را نمیدوند. آخر قاتل مادرش قربانی جنایت باشد خاله‌اش است. فکر میکنم که خانم رابیه عقلش را گم کرده است. من هیچ کار نکردم. اجرا کرده. این کار نکنید. مرا سردیه دست بردن. مرا سخت دوره خانو طاهر مرا تنها نگذار. طاهر مرا نبردار. طاهر به خدا نمیدونم. من هم در اول جدی قبول نکرده بودم. طاهر بیمارمون آرام شده است. مایل شما به بیرون برای طاهر سرم. مادرت پیشتر نیست چون این حالت را از سر گذارنده بود. طاهر یکم بار او از چیزی سخت ترسیده این کار را کرده است. طاهر سرم. طاهر
طاهر بذارم مرا نبارسو مرا تنها نگذار سرم سرم نوزیا دخترم نوزیا در کجاست؟ نیست. تو کیستی دخترم؟ این خیش من است خانم. چرا مرا نپرسیده تو خیش تبارد را بکار میگیری واحد؟ نه خانم بکار نگرفتم. نوزیا بیمار شده است. کارهایمان نماند گفته او را برای کمک جیغ زدم. نفس با آشیانه یک خانم دخترم روی کشوهای کربه و بالیش را ایوز کن. من میکنم. اون نمیتواند. واهی تو کارت را کن. کاری تو هم زیاد است. چیکار کردنت معلوم نیست تو؟ در هر کجا میگردی؟ هیچ گم نه جنگ نکنید. بعد همش رو حل میکنم. بعد میکنم نگوی واحد فهمیدی؟ خودی حاضر اجرا کن. این را بینا هر کاری خواهد میکند. کنی رفتیم این را برا گرفته از پسی من بیا. اکنون من چیکار کنم؟ قرار گفته بود که به نزد مردم نبرم. اگر مرا یگان کس بینه دادستان مادرم رو به بیمارخانه روحی روان کرد. خدای توبه. و خدا چی گفتنم رو نمیدانم پسرم. من هم آقای حمید، من هم. ای خدا به من کمک کن. زیق نشو پسرم. خداوند به تو صبر دهد. طاهر برای دارو آوردم. عصبهایت را آرام میکنم. تشکر خانم بنال، تشکر. اما من دارو نمیخواهم. احوالت خوب نیست پسرم. دارو به تو کمک میکند. خالای زیبا گفتم که نمیخواهم. این طور باشد به بیرون برو پسرم. کمی هوای تازه گیر. خالای زیبا راست میگویند طاهر. بیا به هوای تازه برایم. رفتیم. طاهر روی کشوهای چرکین را از این اتاق برو. مایلش. درایید. روی کشوهای جای خواب را عوض میکنیم جناب. مرحمت عوض کنید. مایلش. بیا دخترم. عوض کن. زیلا تو حالا به کجا می روی؟ به نزدیک کمیسر می روم کنم. شاید از برفینم یکم خبری رفته باشد. خیر تو بستید.
از تاثیر دارو خوابش برد. درباره اون فلاکت چیزی در یاد دارد؟ مادرم به خود نیستند. تا حال باوریم نمی آید. چرا این کارو کرده باشد؟ دکتر گفت که مادرم را به این حال یگان واقعی ناخوش تاثیرناک رسانده است. لیکن آخر چه خیلی واقعیه؟ نمیدونم زینب، همش ناخوش روی داد. خودم مرد، مادرم باشد قاتل شد، قاتل خواهرش. این حقیقت از زینب میفهمی؟ من با این حقیقت چطور زندگی کنم؟ طاهر، حالت خوب نیست، خیلی عصبی شدی. اگر خواهی به خانه رفته کمی استراحت کن. پگاه نوایی هم می شود. پگاه وزیر مدافعه با عیادت تو می آید. من باید در پلوی تو باشم. وزیر مدافعه محترم مظفر خودشیگیر پگاه با عیادت معلمه قهرمان می رود. این معلمه در دهه آبی کلان و تعلیم و تربیه کودکان مشغول است. مکتبی که این معلمه تأسیس داده است چندین مراتب از طرف سلاحداران زیر هجوم و بمبگذاری قرار گرفته بود، اما معلمه زینب از نیت نیکش پس نگشت. او خانه به خانه گشته به کودکان درس میآموزاند. آن همین معلمه فداکارمان حالا بیمار است. محترم وزیر مدافعه برای دلبرداری معلمه پگاه به بیمارخانه به عیادت او میرود. بعد از ترکیش نه وزیر میماند و نه معلمه. همینطور نموشده؟ این بگاه او رو به آن دنیا میفرستم. در بیمارخانه یگان مشکلی نیست؟ نه جناب، کسی از مژده شبه نکرد. این کار را حل میکنیم جناب قره. آسان نیست باید. پلیس مژده را میشناسد، او را میکابند، اما در کجا اجرا شدن ترکیش را نمیدانند. باید این بیگاه را سلامت پس سر کنیم. آقای کمیسر، بیایید خانم زلال. بیایید. شما را ناراحت نکردم؟ نه خانم زلال، مرحمت شنید. بگویید از برفینم یکم خبری یافتید آقای کمیسر؟ متاسفانه ایزی برفین رو نیافتیم. با این دختر چی شده باشد؟ گویا به قعر زمین فرو رفته است. زیغ نشوید، به شما وعده میدهم دخترتان را صحت و سلامت مییابیم. آقای سرکمیسر، یکی از آنها به فروشنده زنگ زد. جای کمال را معین کردید؟ بله سردار، او در خدمت کشاورزان در یک خانه پنهان شده است. خب میروید. اطاعت سردار. و فکرم ایزی دخترتان را یافتید. چی گفتید؟ خدا را شکر. مرحمت خانم. دختر قربانتون شدم. دخترم را صحت و سلامت به من برگردانید. کار کردنت را میدانی مژده؟ میدانم.
احوالش بد است. فکر میکند که مادرش را از دست داده است. دلش میسوزد. اگر حاضر به نزدش رفته مادرت من هستم، تو پسر منی گویم و همش را فهمانم، این عذاب به آخر میرسد. طاهر پسرم، زینب خوب رفت آقای حامد؟ بله خوب رفت. او هم خیلی خسته شد. بله او هم خیلی خسته شده است. این فکر خانت را از سرت دور کن. دعوای خونی بیشاگه ها را فراموش نکن. اگر حامد پسری من بودن دامادش را فهمد، کی میداند چی کار میکند. توی زیلال به اینجا بیا. چرا در آنجا ایستاده ای؟ من خواستم از احوال طاهر با خبر شوم. خاطر نشید خانه زیبا، من خوبم. خدا را شکر. من تو رو انتظار بودم زیبا. کارت تمام شد؟ بله زیبا، بیا میرویم. طاهر را هم جل زنیم با ما روند. مایلش پسرم بیا پسرم، تو هم با ما بیا. این بگاه در خانه گنور خانم میستی. تشکر خانه زیبا، من در همینجا میمونم. صبح بر وقت به نزدی مادرم میروم. مایلش اختیارت پسرم. شبتون خوش. شبی خوش. بیا پسرم به درون میدرویم. از برفین یگون خبر هست نیست گناه، خبری نیست. صبح اینجا پر از پلیس می شود. بمب را به درون در آوردن غیر امکان است. تو از حاضر در آمده بمب را در درون میگذاری. مژده اگر مرا شناسند چی؟ یا یگان مشکلی پیدا شود، آن وقت چیکار کنم؟ آرام شو. یگان کار شبه آوری نکن. همش در دست توست. اگر خطا کنی این کار ناتمام میماند. باید این کار را کنی برای خلقت، برای مادرت. میکنم. کسی صدی را هم شده نمیتواند. این بیمارخانه را به خاک یکسان کن. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های گنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، پولاب، رشت، ولایت سوخت، شهرهای خوجند، پنجیکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. در مرکز سلامتی طب جانب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشار بلندی، دیابت قند، جاغر، عصر خندرات، چورای ستونورت، بادخورده، بیزوریاتی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، سنگ گرده‌ها، درد معده، حبوب، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها طبابت کرده می‌شود. نشانی ما محله 46 کوچه جامی 9. تلفن‌ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99.
سال 2011 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.